بنیامین فرزندم، چرا اینقدر خود را پوشاندی؟ پدر هوا خیلی سرد است، گاز کلبه را تازه قطع کردم. ای وای پروردگارا، چه کار با ما میکنن اینها؟ پیک حق تو هستی؟ درود خدا بر یعقوب نبی. در نبود تو فرزندانت یهودا و شمعون کلبه احزان را پاتوق کردند و با دوستانشان به نعشه پرداختند و کنتور گاز شهری شما قطع گشته و خداوند فرشته‌ای به نام گازائیل را مأمور قطع کردن کنتور گاز شهری شما کرده است. پیک حق تو سیگار میکشی؟ نگران نباش یعقوب، سیگار نیست. پدر من هم سیگاری میخواهم. پدر من هم سیگاری میخواهم. بکش یعقوب کیه؟ آژیرای مأمور داریم، جنسای مرغوب، همه دست کن از دور. بنیامین فرزندم، چرا اینقدر خود را پوشاندی؟ پدر هوا خیلی سرد است، گاز کلبه را تازه قطع کردم. ای وای پروردگارا، چه کار با ما میکنن اینها؟ پیک حق تو هستی؟ درود خدا بر یعقوب نبی. در نبود تو فرزندانت یهودا و شمعون کلبه احزان را پاتوق کردند و با دوستانشان به نعشه پرداختند و کنتور گاز شهری شما قطع گشته و خداوند فرشته‌ای به نام گازائیل را مأمور قطع کردن کنتور گاز شهری شما کرده است. پیک حق تو سیگار میکشی؟ نگران نباش یعقوب، سیگار نیست. پدر من هم سیگاری میخواهم. پدر من هم سیگاری میخواهم. بکش یعقوب کیه؟ آژیرای مأمور داریم، جنسای مرغوب، همه دست کن از دور.